گاهی یک جمله ساده می تواند سالها در ذهن ما باقی بماند. شاید کسی چیزی گفته باشد که در همان لحظه کوچک به نظر می رسید، اما حتی سالها بعد هنوز هم ذهنمان آن را مرور می کند. این مسئله نشان می دهد که ذهن انسان چقدر پیچیده و حساس است. اما چرا بعضی حرفها هیچ وقت از ذهنمان پاک نمی شود؟ علم روانشناسی و مطالعات حافظه چند دلیل اصلی برای این پدیده معرفی کرده است. دلیل اول، فکر کردن عمیق. وقتی ذهن ما یک جمله یا تجربه را عمیق بررسی می کند، آن را بهتر به یاد می آورد. ذهنی که درگیر تحلیل یا تفکر در مورد یک جمله است، سیگنال های به حافظه بلند مدت ارسال می کند تا اطلاعات حفظ شود. به همین دلیل وقتی شما مداوم به یک جمله فکر می کنید، حتی اگر گذشت زمان طولانی باشد، باز هم به یاد می آورید. دلیل دوم، قدرت احساسات. حرف‌هایی که با احساسات شدید همراه هستند، مانند خوشحالی، ترس، تعجب یا ناراحتی، در ذهن ماندگارترند. مغز انسان به طور طبیعی به تجربه‌های حساس است، چون احساسات نقشی هشدار و حفاظت آن را دارد. مثلا یک جمله محبت آمیز از دوست نزدیک یا یک جمله تلخ در لحظه غم خیلی بیشتر در ذهن باقی می‌ماند. دلیل سوم، اهمیت گوینده. اگر حرفی از کسی گفته شود که برای ما ارزشمند است یا تاثیرگذار است، ماندگاری آن در ذهن بیشتر می شود. این تاثیر به دلیل ترکیبی احساس ارزشگذاری و ارتباط عاطفی با گوینده ایجاد می شود. برای مثال، حرف یک معلم محبوب یا یک دوست صمیمی معمولاً از حرف غریب ماندگارتر است. دلیل چهارم، تاثیر حرف‌های منفی. حرف‌های منفی یا تهدیدآمیز بیشتر در ذهن باقی می‌مانند، چون مغز انسان به طور طبیعی به خطرها و تهدیدها حساس است. این یک سیستم حفاظتی طبیعی است که در طول تکامل شکل گرفته است. بنابراین حتی یک جمله انتقادی یا منفی می‌تواند برای مدت‌ها در ذهن شما نقش ببندد، در حالی که چند جمله مثبت ممکن است سریع فراموش شود. دلیل پنجم، نقش حافظه. حافظه انسان اطلاعات مهم یا احساسی را بهتر ثبت می‌کند. مغز مثل یک سیستم دسته‌بندی عمل می‌کند و آنچه که اهمیت بالاتر داشته باشد بیشتر در حافظه بلند مدت ذخیره می‌شود. بنابراین جمله‌ای که با احساس یا تجربه مهم مرتبط باشد، مدت بیشتری در ذهن خواهد ماند. دلیل ششمی که می‌تواند داشته باشد، تکرار و مرور ذهنی. هر بار که به یک جمله فکر می‌کنیم، آن را دوباره زنده می‌کنیم و خاطره قوی‌تر می‌شود. این مرور ذهنی مثل پایداری رد پا در شن است. هر بار که عبور می‌کنیم، رد پا عمیق‌تر می‌شود. به همین دلیل حرف‌هایی که ذهن ما را بارها مورد تفکر قرار می‌دهد، تأثیر عمیقی بر ذهن ما دارد و سخت‌تر فراموش می‌شوند. دلیل هفتم، نقش ذهن خود ما. گاهی خود ما باعث می‌شویم که برخی حرف‌ها در ذهن ما باقی بماند با تمرکز و تحلیل مداوم روی آنها. این فرایند باعث می‌شود که جمله‌ها یا خاطره‌ها از حالت گذرا خارج شده و جزئی از تجربه ذهنی ما شوند. مثلا وقتی روی یک جمله ناراحت کننده فکر می‌کنیم و آن را مرور می‌کنیم، ناخودآگاه آن را در ذهن تثبیت می‌کنیم. دلیل هشتم، تجربه‌های شخصی. جمله‌ها یا حرف‌هایی که با تجربه‌های مهم ما مرتبط است، بیشتر در ذهن باقی می‌مانند. ارتباط یک جمله با تجربه واقعی باعث می‌شود مغز آن را مهم تشخیص دهد و ثبت کند. مثلا جمله‌ای که در لحظه موفقیت و شکست شنیده‌ایم، سال‌ها بعد هم یادآوری می‌شود. دلیل نهم، رها کردن بعضی حرف‌ها. اگر ذهن ما اجازه رها کردن بعضی حرف‌ها را ندهد، آنها همچنان باقی می‌مانند و باعث سنگینی ذهن ما می‌شوند. این حرف‌ها می‌تواند خاطرات منفی یا نگرانی‌های تکراری باشد.
برای داشتن آرامش ذهنی، یادگیری رها کردن حرف‌های بی‌ارزش یا منفی بسیار ضروری است. دلیل دهم، انتخاب حرف‌های ارزشمند. ما می توانیم تصمیم بگیریم که کدام حرف‌ها ارزش ماندن در ذهنمان را دارد. با رها کردن حرف‌های کم ارزش یا منفی و تمرکز بر روی حرف‌های مثبت و امیدبخش، ذهن ما به جای آرامتر و زیباتر تبدیل می شود. این انتخاب آگاهانه باعث می شود که ذهن ما مکانی برای رشد و آرامش باشد، نه تکرار درد یا نگرانی.